باشه. ولا تقربوهن حتی یطهرن، نزدیک زنها نروید. اینجا بنویسید بالوطی والمجامعه. تا چه زمانی؟ حتی یطهرن، حتی که اونها پاک بشن. فاذا تطهرن، وقتی که خوب پاک شدند، فأتوهن من حیث امرکم الله، پیششون بیایید. این بازم کنایه از مجامعت است، یعنی اجازه دارید من حیث امرکم الله، اما از همان طریقی که الله به شما امر کرده. الله تعالی به شما امر کرده. امروز در میان جامعه چیزهای معروف هست از طرف دشمنان آمده. همه این صورت ها به صورت اجمال میگم، درس قرآن هست، مسجد هست و به هر حال الفاظ هم باید حساب شده باشند در مقابل قرآن. بغیر از این صورتی که قرآن گفته که در آیات آینده میگه حرث، یعنی اون طریقی که طریق حرث است، طریق ولادت فرزند هست. بغیر از اون طریق بقیه طرق که طریق فرض باشد، بلا تشبیه طریق لواط هست، اینها حرام هستند در اسلام و اینها جز بزرگترین کبائر هستند. چون که قرآن مجید چیزی که صراحتا من کرده و انسانی بیاید و حکم صریح قرآن را نادیده بگیرد، بشکند، این انسان مرتکب کبیره شده و خدا خودش بر او رحم بکند. لذا اگر توبه نکند به عذاب بسیار شدیدی گرفتار میشه. لذا امروز آموزش هایی که از جانب دشمنان آمده و به هر حال حرث را با فرض قاطی کردند و صرفاً یک فایده ابزاری از زن و صرفاً میخواهند که به هر حال مثل حیوان، الان میخوام بلا تشبیه، دیگه تشبیه به حیوان شده، مثل حیوان شده که صرفاً اونجا شهوت و ارضا هست مد نظر و نه چیزی دیگر. اینها تمام ببینی این آیات قرآن مجید را، آیات صریح قرآن مجید که اینها مخالف اینها هستند. الله می فرماید فأتوهن من حیث امرکم الله ای من القبل للدبر، اون راهی که الله دستور داده. ان الله یحب التوابین، این ترغیب توبه هست. کسی که اشتباه کرده در گذشته در زمان جاهلیت نمیدونسته، الله دوست دارد توابین را، توبه کنندگان را، و یحب المتطهرین، و الله تعالی دوست دارد پاکان را، کسانی که پاکیزگی را اختیار میکنند. اونهایی که از راه فرض میروند اونها پاکیزگی را اختیار نمی کنند، اونها راه نجس را و نجاست را اختیار کردند. لذا الله اونها را دوست ندارد. کسی که خدا دوستش داشته نباشد برای اون انسان چی میماند؟ نه دنیایی دارد و نه آخرتی دارد. و الله میفرماید نساؤکم حرث لکم، زنان شما حرث هستند، ای بمنزلت الحرث، مثل کشت هستند. حرث به معنی چی؟ کشت، کشتزار، که انسان کشت را از جایی و از طریقی وارد میشه که به هر حال حاصلی داشته باشه. فأتو حرثکم انا شئتم، شما پیش حرثتان بیایید، کشتتان بیایید، به هر کیفیتی که میایید، ولی راه چی باشد؟ ولاد باشد. متوجه هستید؟ طریقش به چه صورتی باشد این مهم نیست، اما راه دیگر نباشد، راه فرض نباشد، راه نجاست نباشد و طریقی دیگر نباشد، که اگر این باشد به هر حال این خلاف ورزی دستور خداست. و قدموا لانفسکم، اینجا الله تعالی اصول فوز را بیان می‌فرماید که برای خودتون چیزی جلوتر بفرستید، تقدیم بکنی برای خودتون به آخرتتون. همیش گناه، همیش معصیت، همیش نافرمانی خدا. واتقوا الله، این نسخه عمل است. اصل دوم از اصول فوز هست و نسخه عمل است. انسان هایی که راه های غیر مشروع را در روابط زناشویی اختیار می کنند،
در روابط جنسی اختیار میکنن، راههای غیر مشروع را تمام و تمام نشأت میگیرد از بی تقوایی، از خدا نترسی، از ارضای نفس و شهوت، خود را راضی کردن، نفس را راضی کردن، هوا را راضی کردن و خدا را ناراضی کردن. لذا الله می فرماید واتقوا الله، تقوا داشته باشید، از الله بترسید. خب نسخه تقوا را هم عرض کردم، خداوند در بیشتر جاها هم یادآوری میکن. این تقوا خدایا چگونه به دست بیاد؟ از کجا؟ رب العالمین می فرماید واعلموا انکم ملاقو، یقینا بدانید که شما الله را ملاقات میکنید. انسان وقتی که میداند فردا در محضر الله حاضر میشه، ریز و درشت مورد محاسبه قرار میگیره. خب این انسان الان فکر میکنه، الان برنامه ریزی میکنه، خطایی نباشد در نامه اعمال. لذا الله می فرماید واعلموا انکم ملاقو، یقین بدانید که شما الله را ملاقات میکنید، شما در محضر الله حاضر میشید. و بشر المؤمنین، ای رسول الله بشارت بده مؤمنان را، کسانی که ایمان دارند، المتصفین باصول ثلاثه، کسانی که اصول ثلاثه را متصف به اصول ثلاثه هستند. اصول فوز سگانه اینجا خواندیم. یک، اصل فوز اول چی بود؟ وقدموا لانفسکم. دو، واتقوا الله. اصل فوز دوم چی بود؟ تقوا بود. سه، واعلموا انکم ملاقو. این یقین و ایمان به آخرت، بدانید که شما خدا را ملاقات می. این کسانی که این اصول را، اصول فوز را رعایت می کنند، ای رسول الله اونها را بشارت بده.